سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. اگه یادتون باشه با پیکان تصادف کردیم و خدا رو شکر خیلی مشکل باش پیش نیومده. امروز قراره درستش کنیم. بچه‌ها این لباسم پوشیدم که اگه کثیف شد دلم به حالش نسوده. اگه می‌بینی یه جوریه ببخشید. بچه‌ها اینم جلوی ماشین البته خیلی مشکلش پیدا نشد، فقط یکم له شده. خدا رو شکر برای زیربندی ماشین مشکل پیش نیومده. الان خودم هنوز زیر ماشین رو ندیدم. بریم ببینیم زیر ماشین رو چه کردیم. چیکار کردی با دلم وای؟ چیکار کردی با دلم وای؟ چه این سنسور کیلومتر هستم. این یه ذره روغن میده مثلا کم درست بگیرم. میبینه کم اینجا روغنیه. خود شافت گاردون که میرفته تو گیر بوکس یکم روغن میده. خیلی سطح صیقلی نیست زیاد، بخاطر همین روغن میده. این روغن نشت میکنه میاد رو این چرب میشه، بعد رو گاردون نمیچرخه، لیز میخوره، درست نشون نمیده. حالا باید روغن گیر بوکس هم چک کنیم. خب بریم منتظم زیربندی ماشین چک کردیم. بچه‌ها این طبقه این طرفه، طبقه مشکل نداره، بوشاش هم هنوز سالمه. این چپقی مپقی هم باید چک کنم، بالا فعلا چیزی خم نشده. این طرف هم همینطور، زاویه هم درسته، زاویه طبقه هم درسته، سرشاسی هم سر جای خودشه، خیلی تکون نخورده، نه مشکلی نداره. چون من سینی رو تقویت کردم یه ذره فکر کنم خم شده. آره یا درست شد. چون این سینی من زیر این سینی یه تسمه دادم. ببینید یه تسمه آهنی گذاشتم اینجوری سر تا سر که جوف سرشاسی رو نگه داره. به خاطر همین ضربه هم که خورده خیلی مشکلی براش ایجاد نشده. فقط نمیدونم چرا زاویه چرخا یکم باز شده. این چرخ یکم اینجوری اومده بیرون، این چرخ هم یه ذره اینجوری شده. اوه نه آجی، الان که دقیق‌تر میبینم چرخ هم اینجوری شده. دیروز اصلا ندیدم، حواسم نبود. این چرخ اینجوریه، فکش هم اومده بیرون. عجب. این طرف چی؟ این طرف خیلی مشکل نداره. جلوبندیمون که افتادیم دوباره، جلوبندی رو زدیم خراب کردیم. چون من دیروز میگم خدایا این چرا سپر خورده ماشین، که اصلا سپرش درگیر نبود، فقط چرخو خورد تو جدول. بعد که ویدیو بهتر دیدم که نه آجی یه درخت رو با این سپر زدیم کندیم. کامل رفت تو دریب. در واقع اون درخت اگه نبود ماشین خیلی آسیب شدیدتری میدید. اون ضربه خیلی شد، این درخت بدبخت گرفت و فداکاری کرد. میگم خدا چرا اینجا له شده. بعد اینجا رو ببین خیلی میلیمتری با چراغ، خیلی شانس آوردیم، اگه نه چراغ هم شکونده بودیم. حالا سپر خودش دردسر داره. این سپر اگه ببین اینجا یه تسمه داره، یکی اومده به این پین، یکی دیگه اینجا تسمه اومده اون رسیده بکنم به این پین. آره یه تسمه اینجوری اومده به این پین. اون طرف کامل تسمه له شده. فکر کن یه تسمه اینجاست، این اومده تا اینجا، از اینجا هم یه تسمه اونجا، این تسمه له شده احتمالاً. جلوبندی آجی من فکر نمی‌کردم جلوبندی خراب کنه، ولی جلوبندی اینجوری چرخ اینجوری زاویه برداشته. ای داده بیاس. اما من بعد کلی فکر کردم فهمیدم این زاویه چرا اینجوریه. چون اگه دقت کنید به این طبقه‌مون می‌بینید که اینجوری خمه. ببین دقیقاً اینجوری زاویه داره. ببینید اینجوری زاویه داره. ولی وقتی من این طرف این کامل صافه. خب پس یعنی چی کجه؟ این تیکه‌ای که این زیره می‌بینید، این تیکه‌ای که این زیره اینجوری خم شده. وقتی اینجوری خم شده مجبور کرده که این زاویه برده. وقتی این زاویه برمی‌داره چرخ رو هول میده به سمت بیرون. به خاطر همینه که چرخمون الان زاویه داره. خدا رو شکر کمکمون سالمه. این میلو کمکمون سالمه. اگه اون خراب بود خیلی خرج بود دست من. خدا رو شکر به خیر گذشت. بچه‌ها سپرم ببینید. سپر این تسمه گفتم که زیر سپره. خب این تسمه
این تصمیم ببین چقدر صاف و صوف و درسته. حالا این طرف که ضربه خورده متوجه بشین این تصمیم اومده اینجا خم شده، اینجا دوباره این طرف هم خم شده. نمیدونم معلومه نه کلا چطور خم شده. خدا رو شکر جای ضربه شدید نخورده. بچه‌ها خدا رو شکر همه چی بخیر گذشته، هیچ مشکلی هم ولی سرکمک‌ها پیدا نشده. این کمک سالمه، این سرکمک درسته، جاش درسته. خدا رو شکر هیچ مشکلی پیش نیامد و بخیر گذشته. ولی بچه‌ها سنی هم نرم نصیحت کنم ولی تو خیابون از این کارو نکنید واقعا. حالا غیر از این که حالا ماشین خودتون که به درک یهو زدیم به یه نفر، فکر کنم ما زده بودیم به یه نفر، الان ماشین که هیچی، باید کلی بدبختی و دادگاه پاسگاه میکشیدیم تا قضیه سراتش بالاخره یه جوری جمع بشه. خب آقا من برم 2 تا پیچای سپر رو این طرف و اون طرف رو باز کنم، سپر رو بیارم پایین. آقا سپر رو انداختم پایین، اینجا پیچاش، این سپر رو قبلا شکسته بود، اومدم جوش دادم خودم. ببین اگه معلوم باشه اینجا رد جوشای منه. حالا این نشون داد که جوشای خوبی دادم، تو این ضربه جوشا نشکسته، جوش برقم بوده. این طرفم همینطور، این طرفم دور تا دور جوش دادم. این خم نشده ولی اینه یه ذره اینجوری شده. باید حالا ببینم با چکش بزنم یا یه با جره ثقیل مثل همون 206 که صاف کردیم بذاریم اینجا بکشیم اینور این صاف بشه. اینا سپر اینور که خوبه، اینور همچین ترکی داریم. ماشین درست میشه آجی، اینا رو ولش. خب بچه اینا با 2 تا پت صاف و صوف شد، قشنگ همه جاش دیگه صاف و صوفه. اینا هم اینجوری هست اما جفتش کج هست، فکر نکنید خم شده. بچه پیکان هم فن برقی داره، اینا هم گفتم اگه ندیده بودین. این فنه برای زمانی که ماشین داغ کرد فن بزنه ماشین واشور نسوزونه یا مثلا زیاد داغ نکنه اگه برای پنکتون مشکل پیش اومد. یا برای کولر که شما میذارید، کولر رو میتونید نصب کنید، این پشت جا داره، رادیات کولر رو که میذارین این فنا میاد جای رادیات کولر. چون پیکان فیسلیفت شده احساس کنم پیکان به سپر خوشگل‌تر آجی. این ماشین قبلا ضربه داشته، اینجا سوراخ شده، یه ضربه‌ای داشته اینجا خم شده. قبل اینکه من ماشین رو بخرم علامه گوشاشو زدن. 2 تا سرگلگیرا رنگ این ماشین. یکم پیکان شبیه اون دایناسور شده که دهن فک پایین شکلش دهن خودش شبیه اون شده. آجی پیکان آوردم بیرون به سپرم ببینید. پیکان یه پات فیسلیپ شده برای خودش. مثلا خیلی خوشگل شده. آجی لاستیک عقب ببین چقدر مثل لاستیک جلو کوچیک شده. اینقدر که سابیده. این لاستیک ببین چقدر کوچولوئه. لاستیک دیگه چیزی دیگه عمر نداره، میپکه دیگه چند روز دیگه. آجی تو فکرم یه سپر براش درست کنم، قبل اینکه تصادفم بکنم فکرش کرده بودم. یه سپر خیلی خوشگل توش هم کمک فنر بزنم که اگه ضربه خورد کمک فنر نیرو بگیره. البته هنوز تو مطمئن نیستم، چون هنوز مطمئن نیستم، تصمیم نگرفتم که میخوام ماشین رو توربو کنم یا نه. چون اگه بخوام توربو کنم اینترکولر باید همینجا قرار بگیره، دیگه جایی نداره. شاید هم باید اینم ببریم مثلا یا اینو سوراخ کنیم که هوا رد بشه. هنوز تصمیم برای سپرش ندارم، ولی اگه نخواستم توربو کنم یه سپر خیلی خوشگل براش درست میکنم. حتی یه برم اوت زدم ماشین رو آوردم تو، مثلا توبه کردیم. ذات آدم که خراب باشه توبه هم کنی فایده نداره. خب آقا پیکانم دیگه کاری باش نداریم، فقط اون تیکه آهنه رو که میخواد بین طبق و سیبک ماها رو بین فقط همون قطعه رو میخواد، سیبکش هم باید چک کنیم که خراب نشده باشه. جلو بندیش حالا فعلا این زاویه فرمون که اینجوری گرفته حالا مشکل نره، اونو که درست کنیم احتمالاً مشکلش رفع میشه. چون همون 260 که 206 همون 260 که جی تصادف کرده بود درست شد، کار تموم شد. کاپوتش هم نمیدونم تو ویدیو قشنگ معلوم بود یا نه، کاپوتو دادیم صافکاری که بچه‌ها تو ویدیو قبلم که خودش اومد کاپوتو صاف کرد. نکن خیلی خوبه آجی، اصلا کاپوتو با تعویض می‌کرد ولی ناموسن بند رنگ صافش کرد، خیلی خوب بود. این جلوهاش هم گفت که
چیز کن، از این بادگیرها از سیاه که جلوی 206 میذارن از اونا بذار. فقط یکم جلو پنجهش قشنگ جفت نشد، نمیدونم چرا، اگر نه خیلی خوب شد. فکرش نمی‌کردم انقدر خوب بشه. سپر و اینا خود فابریکیش هم هست. ولی نوبت به ماشین خودمونه سرجی. سپر خودمون. خب این پیچه رو باز کنیم، این ورقه رو صاف کنیم، سپر رو صاف کنیم دیگه. این چیزا نکته‌ای نداره، همینجوری باید همینجوری پوت بذاریم تا صاف شه دیگه. خب بچه‌ها من اینو باز کردم، چند تا پوتم زدم اینجا، صاف شد. حالا باید طبق نمونه اونور اینو صافش کنیم. ببین هنوز باید خیلی باید فرم بگیره. ببین هنوز اینجاش خیلی زاویه تیزی داره، اینو صاف کنیم. اینجا رو هم باید یکم بپر کنیم. چند تا بپر بزنیم، پوت بزنیم رو صاف سوبش کنیم دیگه. اینا رو ویدیو نمیگیرم دیگه، همش تق و توق دیگه، محتوایی نداره. با سپرم صاف سوف کردم دیگه، یه ذره دیگه خرده‌کاری داره ولی تقریبا فرمو گرفت. مکان فرم سپر رو گرفته تقریبا. صاف نشده ولی فرم اولیه رو برداشته، یکم دیگه خرده‌کاری داره. اینم تیکه این قسمت سپر بعد نشسته، یکم دیگه باید خم بخوره. خب آقا سپرم تموم شد، همیشه شد تقریبا تا اونجایی که میتونم صاف و صوف کردم. اینا رو بستم این طرف. پیچ فابریکش هم برید، پیچ فابریک تصمیم هم برید، یکی پیچ دیگه همجوری انداختم رفت. حالا فعلا بعد نشد دیگه، من صافکار نیستم، خوبه اندازه خودش خوبه. حالا رو کار که بره دوباره باید، یعنی رو کار رو ماشین که ببندیم دوباره باید با دست و یکم صاف و صوف‌ترش کنیم. اینجا خیلی معلوم نیست، نشون نمیده. خب بچه‌ها سپرم بستم و اینم شد نتیجه کارولا. بعد مثلا خیلی خوب نیست، اینجوری نگاه کنیم به نسبت به این خیلی جالب نشد، خوبه. ولی این گوشاش خوب شده، این گوشاش قبلا گیر بود الان آزاده. این طرف هم اینطور دیگه آزاد شده، قبلا گیر بود اینا به گلگیرا. فقط مونده اینو عوض کنیم که امروز جمعه است و کسی نیست بخوایم اینو عوض کنیم، برم بخرم عوض کنم. این دیگه چیز نره. این یکی پیچ اینجا رو باز میکنم، یکی پیچ این میل موجگیر، اینم باز میکنیم میاریم بیرون عوض میکنیم. اینم باید تستش کنیم، امتحان کنیم که سالم باشه. بچه‌ها ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید، خیلی ممنون از حمایتاتون. ساب و لایک یادتون نره، حتما حمایت کنید دیگه. فاصله نریم تا 1000 تایی شدن، امیدوارم که سریع بشیم 1000 تا سابسکرایبر. بچه‌ها ببخشید اگه سر و وضعم خیلی خوب نیست، روز جمعه است، خیلی حوصله ندارم. تا ویدیو بعد، خداحافظ.